امروزه همه دیگه برند مکلارن رو میشناسن. یک شرکتیه که هم سوپرکار میسازه، هم هایپرکار میسازه و هم یک تیم فرمول 1 داره. تاریخ این شرکت اینجوری شروع میشه که یک مهندس مکانیک و طراح ماشین مسابقه به نام بروس مکلارن تصمیم میگیره که خودش تیم مسابقاتی خودش رو راه بندازه. تیمو راه میندازه و اسم خانوادگیش هم میذاره روی این تیم، مکلارن. بروس مکلارن هم مهندس کارکشته‌ای بود، هم طراح خوبی بود. برای همین تیم فرمول 1ش به سرعت رشد کرد. جالبه که بدونید در این دوران بروس مکلارن فقط 24 سال سن داره و تونسته یک همچین تیمی رو راه بندازه. نمیدونم چرا تاریخچه این شرکت ها بیشترشون غم انگیزه. بروس مکلارن چون هم مهندس بود هم طراح، برای همین خودش هم ماشین ها رو آزمایش میکرد. در آخرین آزمایشش اون سوار یک مکلارن M8D شد و برای آزمایش وارد پیست گودوود سیرکوت در انگلیس شد. همه چی خوب پیش میرفت. چند تا پیچ هم با سرعت بالا پیچید. باید بدونید که تو پیست مسابقات لاستیک ماشین رو اول گرم میکنن، بعد سرعتشون رو به حد اکثر میرسونن. هرچی لاستیک داغ‌تر باشه بیشتر میچسبه به آسفالت. اما مثل این که لاستیک های ماشین مکلارن حرارتشون رو از دست داده بودن، برای همین توی پیچ 4 لیز میخوره و با سرعت بالا میخوره به دیوار و در جا کشته میشه. اونم تو سن 32 سالگی. بعد از این واقعه شرکت مکلارن میرسه به همسر بروس، یعنی آماندا مکلارن. آماندا همون سیاست‌ها و روش شوهرش رو ادامه میده. برای همین شرکت مکلارن با وجود اینکه فرد اصلیشو از دست داده بود، اما به حرکتش ادامه داد. البته این ویدیو در مورد تاریخ مکلارن نیست. میخوایم برسیم به جایی که اولین مکلارن خیابونی تولید میشه. برای اینکه به این مرحله برسیم باید 20 سال بریم جلوتر و برسیم به سال 1990. در این سال شرکت مکلارن یک طراح و مهندس خفن رو استخدام میکنه به نام گوردن مری. به این طراح میگن بهترین ماشین خیابونی رو طراحی کن و فکر پولم نکن، وقت بذار روش و از همه لحاظ بهترین طراحی رو بکن. شرکت مکلارن براش مهم نبود که ماشین لاکچری باشه. اینها میگفتن یک ماشین فرمول 1 میخوایم که بتونه پلاک بگیره و تو خیابون راه بره. گوردن مری هم عاشق یک همچین کارهایی بود. گفت چشم و سریع دست به کار شد. اون یک ماشینی طراحی میکنه که همه کف میکنن. اول از همه کاملا فیبر کربن. حواستون باشه سال 1991 و هنوز فیبر کربن وارد خودروسازی نشده. این اولین خودروییه که بدنش کاملا فیبر کربونه. اما در نقاط اتصالاتش فلز تیتانیوم به کار رفته که این قطعات فیبر کربنی رو کاملا به هم بچسبونه. گوردن مری داشت یک اثر هنری رو به وجود می آورد، اما به غیر از موتور و گیربکسش، چون گوردن مری توی موتور و گیربکس سررشته‌ای نداشت. تیم مکلارن موظف شده بود بهترین قوای محرکه رو برای این خودرو پیدا کنن. جالبه که بدونید در این دوران تیم فرمول 1 مکلارن موتورهاشو به هوندا سفارش میده. بله، شاید باور نکنید ولی هوندا یکی از بهترین موتورهای فرمول 1 رو میسازه. تیم مکلارن برای موتور این هیولا رفتن سراغ هوندا و گفتن ما یک 5.5 لیتری 10 سیلندر تنفس طبیعی میخوایم که حداقل 550 اسب بخار قدرت تولید کنه. هوندا گفت شرمنده، ما وقت این کارو نداریم، چون یک همچین موتوری خیلی وقت میبره. برای همین تیم مکلارن مجبور شد بره سراغ شرکت‌های دیگه. اونها رفتن سراغ BMW و از خودشون پرسیدن بهترین موتوری که برای فرمول 1 میتونید بسازید چیه؟ گفتن ولی باید یک قانون رو رعایت کنید. ما موتوری میخوایم که تنفس طبیعی باشه و از اون طرف به ازای هر 1000 سیسی حجم موتور بایستی 100 اسب بخار قدرت داشته باشه. دارید همچین چیزی؟ BMW گفت چند وقت به من فرصت بده. بعد از چند ماه BMW جواب داد. گفته بود ما میتونیم یک 6.1 لیتری 12 سیلندر تولید کنیم
که 618 اسب بخار قدرت تولید میکنه و وزنش هم سبکه، زیر 300 کیلو. مکلارن وقتی این مشخصات رو شنید گفت میخوایمش. BMW برای این سفارش برنامه داشت، برای همین هم سریع جواب داده بود. اونها تصمیم گرفته بودن موتور M70 850i رو بردارن، کاملا آلومینیومیش کنن، به جای یک دریچه 12 تا دریچه گاز میذاریم که هر سیلندر یک دریچه گاز داشته باشه. کمپرسش رو میبریم بالا، میل سوپاپ های کارآمدتری میذاریم و میشه همون موتوری که مکلارن میخواد. اونها این تغییرات رو اعمال کردن و یک موتور M70 رو برای مکلارن ساختن. البته این موتور دیگه هیچ ربطی به اون M70 نداشت، برای همین اسمشو گذاشتن S70. اما گیربکس چی؟ گیربکس این ماشین کار BMW نبود، چون یک گیربکس معمولی نیست. موتور عقبه، گیربکس هم باید عقب باشه و دیفرنسیال عقب هم باید جزو گیربکس باشه. برای همین مکلارن رفت سراغ یک شرکت گیربکس ساز تو کالیفرنیا به نام وایزمن که گیربکس های ماشین مسابقه میسازه. تیم وایزمن با مشورت تیم مکلارن یک 6 سرعته دستی برای این ماشین تولید کردند. بگذاریم برگردیم به مراحل تولید. گوردون مری طراحی این ماشین رو کامل میکنه و دقیقاً همون ماشینی بود که شرکت مکلارن میخواست. یک ماشین فرمول 1 که قانوناً میتونی روش پلاک بذاری. به خاطر همین اسمش هم میذارن مکلارن F1. جالب ترین قسمت طراحی گوردون مری این بود که فرمون و صندلی راننده رو گذاشته بود وسط. اون معتقد بود راننده وقتی وسط میشینه به همه جا دید بهتری داره، دقیقاً مثل یک راننده فرمول 1 که در وسط ماشین نشسته. وقتی موتور S70 BMW و گیربکس وایزمن آماده شد، جفتشو نصب کردن روی یک بدنه مکلارن F1 که تقریباً آماده است و شروع کردن آزمایش کردن که ببینن کارایش چطوره. اولین مشکلی که برخوردن این بود که موتور خیلی حرارت تولید میکنه و میتونه به بدنه فیبر کربن صدمه بزنه. برای همین گوردون مری کاری کرد که تو فرمول 1 رواج داره. روی بدنه فیبر کربن در داخل موتور رو با فویل های طلا پوشوند. این فویل ها حرارت رو جذب نمیکنن، برای همین به فیبر کربن صدمه نمیخوره. این ایده گوردون مری واقعا جواب میده، با وجود اینکه وقتی به این موتور به شدت گاز میدی اگزوزهاش سرخ میشه، اما این فویل های طلا اجازه نمیداد حرارت به بدنه برسه. خلاصه 2 سال بعد از شروع کار، یعنی طراحی گوردون مری، موتور S70 BMW، گیربکس 6 سرعته وایزمن، فویل های طلا و حل کردن مشکلات کوچیک و بزرگ دیگه، این ماشین آماده میشه. همون روز اول که این ماشین رو آزمایش میکنن، تو خبرها منفجر میشه. سریعترین خودروی جهان رونمایی شد، اونم با یک رکورد باور نکردنی، 386 کیلومتر در ساعت. رکوردی که برای سال 1992 محشر بود. 12 سال این رکورد دست مکلارن F1 میمونه. با وجود اینکه این ماشین به شدت خفن بود و از هیچ لحاظ کمبودی نداشت، اما خریدار پیدا نمیشد. برای خود مکلارن هر کدوم از اینها $815,000 در می اومد. برای همین سود آنچنانی نمی بردن، فقط دونه $1,000,000. شاید بگین $1,000,000 که خیلیه، ولی نه برای این ماشین. هزینه تولید این ماشین فقط اون $815,000 نبود، چون این مثل ماشین های دیگه نیست که بندازی تو خط تولید. این شاید بتونی در سال فقط 10-15 تا بسازی، اینه که گرون در میاد. خلاصه خریداران این ماشین آروم آروم پیدا میشن. معروفاشون اینان: ایلان ماسک، مستر بین یا در اصل روان اتکینسون، جی لنو، رالف لورن و یکیشم سلطان برونه‌ای میخره. فکر نکنید این خریدارهای اولی رفتن سود دادن و این ماشین ها رو خریدن. اونها تازه میخواستن از 815 تا کمتر بخرن. حسابی چونه میزدن. مخصوصا جی
جی لنو که یک کمدین و کلکسیونر ماشین‌های آنچنانیه فقط $850,000 برای مکلارن F1ش پول میده. یعنی مکلارن مثلا $35,000 سود کرده، اما در اصل ضرر اندر ضرر بوده براش. باید بدونید که این اولین هایپرکار دنیاست. از بعد از این تازه هایپرکار باب میشه. این ماشین امروزه به شدت عزیزه. یه دونش اگر بیاد برای فروش حداقل $20 میلیون به پاش پول میریزن. اما همین قدری که امروز عزیزه، اون روزهای اولم فروشش سخت بوده. این ماشین بود که به همه سرمایه دارهای دنیا نشون داد اگر پولتون رو بریزین تو این خودروها سود میکنین. برای همین امروزه وقتی یک هایپرکار میخواد بیاد بیرون، تمام سرمایه گذارها میریزن سرش و اینجوری نیست که هر کسی بتونه بره بخره. خلاصه شرکت مکلارن در عرض 8 سال 106 تا از اینها رو میسازه و جالب اینه که هیچ کدوم از این 106 تا رو بدون چک و چونه نفروخت. تو هر کدومشون یه سود خیلی کم، یعنی اصلاً جواب هزینه‌های کارخونه رو نمیداد. برای همین مکلارن 11 سال میره تو کما و نمیدونه چیکار کنه که سود ببره. اما بالاخره در سال 2011 دوباره دست و پاشون رو جمع میکنن و یک ماشین جدید رو میکنن، مکلارن 12C که هایپرکار نیست، سوپرکاره. از بعد از این 12C مدل‌های مختلف دادن بیرون که 3 تا هایپرکار هم توش بوده، مکلارن P1، مکلارن سنا و مکلارن اسپید تیل. باید بدونید که امروزه این شرکت سهامیه، یعنی تو بورسه. با این وجود سود آنچنانی نمیبرن. برای همین کارخونه زیاد بزرگ نشده. اونها با وجود اینکه دیگه هایپرکاری مثل مکلارن F1 تولید نمیکنن، اما با این حال بیشتر از 2000 تا در سال نمیتونن تولید کنن. اونم بیشترش سوپرکاره. این در صورتیه که شرکتی مثل فراری 13000 خودرو در سال تولید میکنه. حالا فرق سوپرکار و هایپرکار چیه؟ سوپرکار خودرویه که از یک خودروی معمولی خیلی سرتره. مثلا پورشه 911 توربو، فراری 488، اینها سوپرکاره. شاید بگیم مثلا BMW M5 چی یا مرسدس بنز E63 AMG، اینها سوپرکار حساب نمیشن، خودروهای اسپورت رده بالان. ولی هایپرکار چی؟ هایپرکار یعنی یک دنیای دیگه است. اول از اینکه ماشین‌هاییه که خیلی به تعداد کم تولید میشه، معمولاً زیر 500 تا، از همه لحاظ بهترینن و قیمتشون هم معمولاً بالای $1 میلیون. اولین هایپرکار دنیا رو هم که معرفی کردیم، مکلارن F1. امروزه 10 نوع هایپرکار تولید میشه. جدیدترین هایپرکار مکلارن امروزه مکلارن اسپید تیله. جدیدترین فراری هایپرکار SF90 استراداله است. جدیدترین هایپرکار لامبورگینی کونتاژ. حالا شاید بگید مرسدس بنز چی؟ هایپرکار نداره. یه دونه داره، AMG1. BMW هم که نداره. BMW سوپرکار مدرن هم نداره. فقط در دهه 80 سعی کردن سوپرکار بسازن و اینو رونمایی کردن، BMW M1. اینم اصلاً موفق نشد و تولیدش خیلی کم بود. اما همین تولید کم و گذشت زمان باعث شده که امروزه هر کی یه دونه از اینها رو داشته باشه $1 میلیون بهش پول میدن. خلاصه این داستان اولین هایپرکار دنیا و مکلارن بود. لطفاً نظر بدید.